من نیومدم امروز راجع به اقتصاد کشورم بدی بگم. شما هم اگر تا الان راجع به اقتصاد ایران چیز بدی گفتید اشتباه کردید. خیلی زشت آدم پشت سر مرده حرف بزنه واقعا. من راجع به اقتصاد چی میتونم بگم؟ اقتصادی که من زنده توش زیر خط فقرم، ولی اگر دیمو بذارم تو بانک سود ماهیانش بالای خط فقره. یعنی مرده من از زنده من خوشبخت‌تره. من مستاجرم و دارم اجاره میدم مبلغی رو که وقتی من محصل بودم بابام باهاش خونه خرید. من ماهی خونه دارم اجاره میدم. الان دم عید هر یک دونه پسته 5000 تومنه. یعنی شرایط اقتصادی جوریه که تو عید دیدن یا حتی شوهرعمه ها روشون نمیشه پرسن چرا ازدواج نمی‌کنی. دم عید و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 1 کیلوگرم اسکناس 1000 تومنیه. البته نگران نباشید، یخزده وارداتیش هست که میشه صف وایساد و به شکل قسطی خریداری کرد. دقت کنید، ماشین نیست، گوشته که باید صف وایسیم و قسطی خریداریش کنیم. اومدم تحقیق کنم، یه آمار در مورد خودکشی بدم که تو سال 403 چند تا خودکشی اتفاق افتاده بود. آمار دقیقی نبود. یه سری سایت ها گفته بودن 11000 مورد، یه سری سایت ها گفته بودن 7000 تا، یه سری گفته بودن 4000 تا. هر چقدر رسانه دولتی میشد این عدد کم میشد. یعنی یه ذره دیگه میگشتم احتمالاً در سال گذشته 200-300 نفری بر اساس خودکشی به دنیا اومده بودن. اوضاع جوریه که رسما اومدن تو تلویزیون اعلام کردن، گفتن اگر مریضید و داروی ایرانی نمیکشتتون بخورید. دیگه تا دم مرگ حالا اشکال نداره، ولی قحطیه نداریم. اوضاع یک جوریه که به شکل مستقیم همه جای شهر رو که نگاه کنید مستقیما تبلیغ تن فروشیه. ولی نگران نکنید خودتون رو. راجع به اون چیزی که شما فکر میکنید حرف نمیزنم. راجع به فروش قرنیه حرف میزنم، کلیه حرف میزنم، کبد، مغز استخون، که از هر کسی که بپرسید بهتون میگه که این تن فروشی از اون تن فروشی هم سیاه‌تره، هم بدتره، هم وحشتناکتره. خب نظرها با هم فرق داره دیگه. ولی نگاه کنید سنا رو که اکثرا بازه 20 الی 27 سالن، جوونن. نگاه کنید که تعداد کسایی که خودشون رو میندازن جلوی ماشین که دیهشون برسه به خانوادهشون. حتی خیلی در مورد خودکشی اینها تحقیق نکنید. نبینید اکثر میانگین سنی‌ها چقدره. نبینید که خانم‌های خانه‌دارن، دانشجوان، کارمندن، بیکار نیستن، معتاد نیستن. ما هم اشتباه کردیم نگاه کردیم، چون نگاه میکنیم باید به اینجا بگیم، بعد اینجا میگیم میشه سیاه‌نمایی.